سناتور لینزی گراهام هستم، کنار ولیعهد ایران. من سالهاست شما را دنبال میکنم، شور و اشتیاقتون رو و اینکه چطور امید مردمتون رو بیان میکنید. در نهایت این مردم ایران هستند که باید رهبر بعدیشون رو انتخاب کنند و من منتظر اون روزم. اما شما واقعاً تو این مقطع تاریخی خوب ظاهر شدین و برای مردم ایران که سالها سختی کشیدن یه روایت قانع کننده ساختین. من از ته قلبم باور دارم که کمک تو راهه. سناتور، واقعا ممنونم بابت تمام حرفای حمایت‌آمیزتون از هموطنهام تو تاریک‌ترین دوره تاریخمان. ولی همونطور که ما فارسی میگیم، پایان شب سیاه سپید است. و شاید این اولین باره که انقدر به پیروزی نزدیک شدیم. شما مقاومت هموطنهام رو با چشم دیدین. دارن شجاعانه می‌جنگن و هر حمایتی فقط باعث میشه زودتر به نتیجه برسیم. من کل عمرم رو صرف خدمت به ملتم کردم و امیدوارم همونطور که سناتور گفت، مردم ایران آزادی کامل داشته باشن و انتخاب دست خودشون باشه. ما اینجاییم که بهشون خدمت کنیم تا بتونن آزادانه انتخاب کنن. این تعهد من بوده و سناتور از حمایتتون ممنونم. ممنون. و آقای رئیس جمهور ترامپ، ممنون که مردم رو به آیت الله ترجیح دادین. شما اولین نفری بودین که این کار رو کردین. ممنون که قبول کردین تنها راه عظمت دوباره ایران این باشه که معترضها بر رژیم غلبه کنن و من باور دارم اون روز خیلی نزدیکه. و خطاب به مردم آمریکا، این موضوع برای ما مهمه. این رژیم بزرگترین حامی دولتی تروریسمه. دستش به خون آمریکایی‌ها آلوده است و آدم‌هایی که الان تو خیابون‌های ایران دارن اعتراض میکنن میتونن بهترین دوستای ما باشن. خدا پشت و پناهشون باشه. خدا پشت و پناه ایالات متحده و دوستان آمریکایی باشه و خدا مردم ایران رو حفظ کنه. آمین.